اسلویز شهری در جنوب غربی هلند در منطقه فلاندرز و نزدیک مرز بلژیک. این شهر یکی از قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین شهرهای استان زیلند است و به شدت تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ فلاندری یعنی همان بلژیکی است و اغلب به عنوان فلاندرزی ترین شهر هلند شناخته می شود. اسلویز احتمالاً حدود سال 1270 به وجود آمد. در این شهر یک آبراه کوچک وجود داشت که در آنجا یک نوع سد یا ثبت عوارض برای کنترل کشتی‌ها ایجاد شده بود. اسلویز به معنی سد یا دریاچه به زبان هلندی میباشد. شهر اسلویز به دلیل داشتن آبراه طبیعی که به دریا متصل میشد به مهمترین بندر و شهر تجاری بروخه تبدیل شد. در سال 1340 نبرد دریایی معروف اسلویز بین ناوگان انگلستان ادوارد سوم و فرانسه در دهانه اسلویز رخ داد. این نبرد یکی از جرقه‌های آغاز جنگ 100 ساله محسوب می شود. از سال 1382 به یک شهر قلعه‌ای تبدیل شد. در سال 1385 ساخت قلعه اسلویز آغاز شد که در سال 1794 به شدت آسیب دید و 1820 کاملا تخریب شد. از حدود سال 1387 مهمترین بندر ناوگان بورگوندی بود. کشتی‌های ایتالیایی، اسپانیایی و پرتغالی به آنجا می آمدند و محصولاتی مثل شراب، روغن زیتون، کشمش، برنج، شکر، پنبه و ماهی خشک را وارد می کردند. در قرن 18 و 19 چندین بار توسط فرانسوی‌ها تصرف شد. در 11 اکتبر 1944 شهر توسط بمباران متفقین تقریباً کاملا نابود شد و در اول نوامبر 1944 توسط نیروهای کانادایی آزاد شد. امروزه اسلویز بیشتر به عنوان شهری گردشگری و خرید به خصوص برای بلژیکی‌ها و شهری با جو بورگوندی، رستوران‌های عالی و فضای آرام شناخته می‌شود. اسلویز به دلیل نزدیکی به دریا بازار ماهی بسیار خوبی هم دارد. در این بازار انواع و اقسام ماهی‌ها و سخت‌پوستان جهت خرید عموم قرار دارد. در طبقه بالای بازار ماهی رستورانی دریایی وجود دارد که ماهی‌هایی که همان روز صید شده اند را درست می‌کنه و بسیار خوشمزه است.
غذای مورد علاقه من در این رستوران سوپ ماهی است. بسیار لذیذ و بسیار خوشمزه. جای شما خالی. از جمله مشتری‌های این رستوران دریایی گوریل آفریقایی و شیر آسیایی میباشند. این همون سوپ ماهی هستش که من برای شما تعریف کردم. بسیار خوشمزه.